به من خوش اومدین. خیلی وقت تو کانال یوتیوب فعالیت نداشتم، هم به خاطر شرایط اینترنت خودم تو ایران بودم تو اون تایم، هم به خاطر اینکه مشغول کار و زندگی بودم و آره تایمم خیلی پر بود. من زیاد آپدیت نمیدم، من دیر بدیر آپدیت میدم و اگه دیر بدیر هم آپدیت دادم منو داشته باشین، چون من بالاخره آپدیت میدم. در هر صورت من آپدیت میدم. خب بچه من رفتم مغازه چینیا. نه بذارم قبلش یه چیزی تعریف کنم. من قبل از اینکه برم مغازه چینیا الان خیلی گرم شد، دوباره تصمیم داشتم کلاود بخرم و توش بازی کنم. قبلا توی کلاود ایکس باکس رو داشتم اگه یادتون باشه و باش وارزون بازی کردم، بازی کردم توی قسمت لایو میتونم، ولی خیلی وقته که میخواستم تغییرش بدم چون که اینترنت هم زیاد مناسب نبود. بررسی کردم دیدم که به نظر میرسه جی فورس ناو خیلی هزینه مناسبی باشه. رفتم خریدم. همون روزی که خریدم امتحانش کردم ببینم چطوری، دیدم کار نمیکنه. حدودا 11 یورو دادم بهش و به پشتیبانیش پیام دادم، گفتم من نتونستم استفاده کنم، اینترنت هم مناسب نیست و تا خودتونم پس بدین. بعد پولم پس دادن. پولمو که پس دادن گفتم اوکی اینجوری نمیشه، من باید این پول رو آتیش بزنم، این شکلی نمیشه و خیلی دارم مناسب استفادهش میکنم. پس چیکار کردم؟ رفتم مغازه چینی آنباکسینگ داریم. البته نخواستم دیگه همش هم خرج کنم. گیمبال خریدم، میخوام براتون بخورم ببینم طعمش چیه. نمیدونم این چیه، چرا این نوشیدنی بود. روش نوشته که کافه درینک یخیه و اعضای BTS هم روش هستش، ولی فکر کنم برای زمانی هستش که مال دوران آلبوم کره بود بالا، ولی تاریخش اوکیه تا 27 ولی نمیدونم چرا آلبوم قدیمشون عکس آلبوم قدیمشون شاید خیلی چیز فیکی باشه، ولی خریدمش. و بعدی نودل که امتحان نمی کنم چون که نودل دیگه خوردیم همیشه و چیز جدیدی نیست. میخوام اینو امتحان کنم و کیمباب رو امتحان کنم. من خیلی دوست داشتم اینجا کیمباب درست کنم، ولی واقعا فکر کردم به اینکه وسایلش رو بخرم و درستش کنم اذیت هم میکرد. پس چیکار کردم؟ خریدم. دوستان عزیز خوشمزه نظرم رسید. آش یخه. به این صورت دارین میبینین. نمیدونم بذارم یخش باز بشه بعد ادامه بدین ویدیو رو. به کلن چیکار کنیم اینو داشته باشیم. من باید یخش باز بشه و خوب نیست، جالب نیست که میشه آنباکسش کنیم. بریم این کافه رو امتحان کنیم. من اینو پاوز میکنم دوباره برمیگردم. خیلی خوب بچه بازش کنیم. خیلی راحت باز شد. یعنی تو عمرتون آیس کافه که انقدر راحت باز بشه نمیتونین پیدا کنین. فقط آیس کافه BTS میتونه انقدر راحت باز بشه. دارم باید ببینیمش. خیلی خوب. باید اینجا خیلی بوی قشنگی داره. میبینین بچه ها؟ تمام. همین باید. خیلی بوش قشنگیه. خوشم برم تانش کنم. خوشمزه است. قهوه است. طبیعتا یه طعم شیرینی داره، ولی قهوهش یه قهوه خاصیه. انگار یه طعم خاص دیگه هم داره. خب بذار ببینیم چی داره توش. من معلومه که آب داره توش. کافه هم که داره. یه چیزی داره ولی نمیفهمم چیه. شاید که خیلی باشه. الان که دارم باتون حرف میزنم ساعت 7 عصر هستش و من دارم کافه میخورم.
هیچ وقت این غلط رو نمی‌کنم. من هیچ وقت عصر کافه نمی‌خورم. البته ایران بودم این کارو می‌کردم، چون که تو ایران خوش می‌گذشت کافه خوردن. یکی از تفریحاتمون بود. دوستش داشتم. از 10 بهش 10 میدم. طعمش بر متفاوت بود، شیرینیش خیلی زیاد نبود، چون معمولا میبینید چیز میزای کره شرقی اینا شیرینیشون زیاده و دل آدم میزنه، ولی شیرینیشون اینجوری نبود که دل آدم رو بزنه. خوشم اومد ازش و هیچی دیگه. صبر کنم بیم هم یخش باز باشه، میام ادامه ویدیو رو باز کنم، احتمال لباسم عوض کنم سورپرایز چی. خب برگشتم، الان میخوام اینا رو انتخاب کنم. یخش باز شده. خوبه. زیاد فرقی با اون مثلثی نداره، ولی خوشم اومد. زیادتره به نسبت و میشه به عنوان یک وعده کامل خوردتش. در هر صورت بینم از 8 میدم.